نخست وزیر سابق و متهم امروز عمران خان بار دیگر به دادگاه حضور پیدا می‌کند. این بار در دادگاه عالی اسلام آباد. برای جلوگیری از هرج و مرج این دفعه پلیس آماده تر به نظر می‌رسد. روز دوشنبه او با 7 پرونده که در آنها با اتهامات تروریستی مواجه بوده درخواست وثیقه قبل از گرفتاری کرده بود که دادگاه عالی اسلام آباد با درخواست‌های او موافقت کرد. این 7 پرونده شامل مواردی چون ایجاد هرج و مرج در محوطه دادگاه، آتش کشیدن اموال و املاک دولتی و حمله به نیروهای امنیتی بود. जब तक इस मुल्क की सियासत में تا زمانی که عمران خان در سیاست پاکستان وجود دارد این کشور آرامش نخواهد دید. ثبات سیاسی در کشور به وجود نخواهد آمد. این یک فتنه است. एक फितना है. در خصوص تعداد پرونده هایی که علیه عمران خان در دادگاه های مختلف از جمله دادگاه عالی اسلام آباد تشکیل داده شده هم اختلاف وجود دارد. دولت و منابع خبری میگویند که تعداد این پرونده ها به 40 میرسد، در حالی که عمران خان معتقد است که پرونده هایی که علیه او تشکیل داده شده بیش از 100 تاست. پرونده های علیه عمران خان به 4 دسته تقسیم می شود. دسته اول مربوط به اتهاماتی چون توهین به دادگاه و نظام کشور می شود. دوم تهدید به مقامات کشوری، سوم فساد مالی و چهارم اقدامات تروریستی است. از میان این پرونده ها 5 پرونده در دیوان عالی کشور رسیدگی می شود و بقیه در دادگاه‌های دیگر. این دستگیری ها هیچ ربطی به حاکمیت قانون در پاکستان ندارد. این کاملا نقض قانون است. اینها میخواهند من را بگیرند و برای ماها پشت میله های زندان بیاندازند، چون پرونده های زیاد علیه من تشکیل داده شده و هدفشان این است که مرا از شرکت در انتخابات باز دارند. به گفته ناظران تاکنون رفتار دادگاه‌های عالی کشور با عمران خان بیش از حد ملایم بوده، یا به خاطر ترس از هواداران خشن او یا به خاطر نفوذ لابی او در دستگاه قضایی پاکستان. البته مدیریت این همه پرونده ها هم برای عمران خان کار آسانی نخواهد بود و هر لحظه احتمال زندانی شدنش وجود دارد. جواد همدانی، اسلام آباد.